عزیزانی که الان کنار ما هستن. خیلی خوشحالم که هستین، خیلی دوستتون دارم. میریم که شروع کنیم. سلام دوستان، امیدوارم که همتون خوب باشین. متاسفانه یا خوشبختانه یه سری حواشی خنده‌داری در اومده جدیدن. یک در مورد ازدواج. اول بچه در مورد این بهتون بگم که شما فکر میکنید که یه آدمی اینقدر نمیفهمه که قبل اینکه وارد اون برنامه شه من بیام عکس دکتر پژمان رو پاک کنم بعد وارد برنامه شم، یا ایشون در موردشون حرفی نزنه که ما بعد بریم اونجا و بعد مثلا اینجوری رسوا بشیم مثلا. بعد اینکه الان ما قطعا اگه ازدواج کرده باشیم یه مراسمی قطعا گرفتیم، اگه مراسمی گرفته باشیم قطعا 300-400 نفر اون تو بوده، قطعا هزاران فیلم بوده. من واقعا میدونم که خیلی دیدم خیلی ها رفتین، خیلی از فامیلی منو فالو کردین. من خواهش میکنم که فیلماشو در بیارید، فیلماشو از توی صفحه اینا در بیارید و بذارید دیگه، بذارید اینجوری ما رو رسوا کنید. ای آی هم اینجوری ای آی هم البته میتونن استفاده کنن. من روی صحبتم با همه است، ولی واقعا میخوام بدونید که اینا داره یه سمت خاصی از یک نفر خاصی این موضوعات داره هدایت میشه و واقعا من میخوام که همه چشم بسته دنبال یک موضوع نرن. همه که میگم اون 10% یا این که میان کامنت میذارن و از این 10% اون 5% که میان روی این حرفا مانور میدن. یه ویدیو دیشب من آپلود کردم که این ویدیو به علت فحاشی زیاد اون عزیزانی که واقعا من نمیدونم چی یاد گرفتن چی یاد نگرفتن، حرفایی میزنن که واقعا نمیدونم. من پسرم نمیام اینو با دوستای پسرم به راحتی با هم مکالمه کنیم این چیزا رو بگیم. این فیلم رو من صدا گذاشتم روش، فکر کردن حالا این فیلم نمیدونم مال کی بوده، حرف و اینو زیاد در میاریم. مال کی که من نوشتم مال 7 سال پیشه. اینجا ساناز خیلی جوونه، خیلی لاغره. ببینید اینا از 7 سال پیش با هم بودن و ازدواج کردن. این ویدیو رو واسه افشاگری میذارم. بابا یکم بشینید فکر کنید یه چیز قشنگ در بیارید، بعد مثلا برو از ای آی کمک بگیر. الان که ماشاءالله همه دارن، برو درست کن، حداقل واقعی جذابیت داشته باشه. اگه میخوای ویو بگیری کردیت بگیری برو یه چیزی درست کن، زحمت کشیده باشی. نه اینکه بیای یه ویدئویی که خود شخص امیر همایون اومده گذاشته بعد اونو داری بر علیه خود من استفاده میکنی. بابا براو. من اول اون ویدیو رو بذارم بچه. این ویدیو قطع کنم. این شخصی هم که اومده اینو گذاشته فقط ایشون نیست، خیلی ها گذاشتن و آخرش ببینید چه ویدیو چه موزیکی گذاشته. ببین یعنی من فیلم، یعنی تو فیلم های اکشن و نمیدونم تو فیلم ترکی هم این آهنگار استفاده نمیکنن. الان این مخصوص این نیست، این برای یه موضوع خیلی بزرگه. حالا من اصلا این فیلم رو میذارم که ببینید که در مورد چیه. خب چی گفت مردم دارن این سری رأی میدن، یعنی که این فیلم برای بعد برنامه است. همین واقعا اینقدر زود چرا آخه؟ مگه واقعا فکر میکنید یه طرف اینقدر نمیفهمه بیاد یه فیلمو بذاره برای قبل باشه بعد شما اینجوری یه سری ها روش؟ مردم ها خیلی باهوشن، واقعا اکثریت مردم خیلی باهوشن. یه سری هم میگه دوست دارن حالات عقده گشایی کنن، من نمیدونم. بعدم حق دارن، واقعا یه سری اونجا هستن که شاید بستن اومدن، من نمیدونم. هرچند که میدونم نمیخوام الان بیان کنم. باید بشینید نگاه کنید، خودتون پیدا بکنید تبانی که دارین میفرمایین تبانی شده
بشینید یکم صبور باشید، پیدا میکنید. مچگیری خیلی راحته، نه دیگه از روی اصلا چیزایی که هدایت شده است. من اصلا نمیخوام اسم بیارم که طرف همین الان به خودش بباله بگه وای من این کارو کردم، اسم منو آوردم میخوام بهش ویو بدم. اصلا اسم یک نفر رو من هیچ وقت نمیارم. اینو همینجا بیان کنم. ولی اگر که کسی بخواد کاری بکنه که عصبانیت ما رو به وجود بیاره، که فکر نکنم، چون واقعا اصلا ارزشی نداره، شاید اون موقع حالا بیام بگم آره خانم ایکس ده بچه‌ها ببینید، بذارید یکم بگذره. همه اینا تو برنامه گفته میشه، در موردش صحبت میشه. بچه‌ها ماشاءالله نون و اماس میکشن بیرون. تا قسمت 10 یه سری صحبت ها گفته میشه، تا قسمت 30 یه سری، یا تا قسمت 60 یه سری، یا قسمت 80 یه سری، 100 یه سری، 120 یه سری. همه میان توضیحاتی در این رابطه میدن در مورد خودشون. همه بچه‌ها در مورد خودشون، یعنی هر کی در مورد خودش میاد صحبت میکنه. یکم صبور باشین، برنامه رو ببینین و دنبال یک چیز راه نیفتید. بابا مگه میشه آخه یکی بیاد یه سنگو بندازه تو چاه، همن بعدش بیان بیفتن اون تو، بعدم فکر کنن شق القمر کردن الان که به این نکته پی بردن یا دنبال اون سنگی که تو چاه تو تهش رفتن. واقعا یه خورده ساده نباشیم. ماشاءالله انقدر همتون با فرهنگ، با شعور، با اصالت، متشخص، اصلا پرفکت هستین که میدونین که اصلا چی به چیه. لازم نیست اصلا ما بخوایم الان حرفی بزنیم. در ادامه برنامه شما همه چیز خودتون با چشمای زیبای خودتون میخوایم ببینید. همه مشکلی ها انجام میشه، همه چیزو خودتون متوجه میشین. من که همین الان اینجا نشستم همه چیز راجع به همه میدونم، چه چیزایی که اونجا بیان شده، چه چیزایی که دلمون نخواسته بیان نکردیم و رازدار بودیم. اوکی؟ این رازها هم همیشه، واقعا همیشه باقی خواهد موند در دل ما تا جای توان قطعا. و اینکه بچه تا آخر برنامه یه سری اتفاقای عجیب غریبی میفته دیگه که باید ببینیم. خیلی اتفاقای عجیب غریبی میفته. فقط میگم من خواهشم اینه در مورد بقیه افرادم، وقتی یکی اومد یه سنگی رو انداخت تو چاه، چون امکان داره اتفاق در مورد بقیه هم بیفته. شما چشم بسته دنبال نکنید، به راحتی قبول نکنید حرف هر کسی رو، چون مطمئن باشین الان کسایی هستن که به صورت برنامه ریزی شده یه سری افراد خاص رو میخوان خراب کنن دیگه. یه موضوعی هم قلبی دوست دارم بگم. مرسی بابت تک تک کامنت های خوبتون، دایرکت های خوبتون. اینجوری نبوده که بگیم وای چقدر همه اومدن ما رو مثلا برامون کامنت هایی گذاشتن که وای چقدر حرفای بدی زدن، چقدر حاشیه درست کردن. اینجوری هم نیست. واقعا انقدر ماشاءالله انسانای با فرهنگ، با شخصیت، پرفکت، جوونای شیک، با کلاس، اصلا آدم میبینه حظ میکنه. انقدر زیادن ماشاءالله تو ایران. وقتی آدم میبینه استایلا رو دوست داره یاد بگیره واقعا. یعنی حتی مدل حرف زدن، یه دوستی برام وایس گذاشته بود، من انقدر خوشم اومد از مدل صحبت کردن این دوست که الان شده دوستم. من چقدر بالیدم به اون خانواده که اون فرزند رو به اجتماع تحویل داده. واقعا باید دست چنین پدر مادرای بوسی که یه بچه‌ای وارد اجتماع میکنن که انقدر پخته است، انقدر پرفکته، خیلی داریم، فوق‌العاده خیلی زیاد داریم. ما ایرانی‌ها انقدر نژاد قوی و خوبی هستیم، انقدر پرفکتیم، ماشاءالله چشم ابرو، نمیدونم استایل، قد، اصلا همه چیز ماشاءالله، اصلا همتون پرفکتید. من وقتی میبینم دایرکت هم میبینم با ماشاءالله چقدر پرفکت، چقدر آدم دوست داره اصلا باشون صحبت کنه. من تا جایی که میتونم خدا شاهده جواب میدم و الانم از وقتی که برنامه شروع شده خیلی تمرکزم اتفاقا روی کسایی بوده که اصلا هر چی به من کامنت مثبت دادم، کامنت اصلا منفی دادم، فرقی نداشته. من واقعا لذت بردم تا جایی هم که تونستم با محبت پاسخ دادم، چون که
یه گفته‌ای هست میگن که با محبت خارها گل میشود. این واقعا دروغ نیست، این یه حقیقته. شما الان اگه بیاید به من محبت کنی، من هر چقدر سنگی باشم بالاخره نرم میشم. وقتی اون محبت رو ببینم با شما یه کانکشنی میگیرم و من واقعا ممنونم از همتون. مرسی که هستین، مرسی که باعث دیده شدن همه ما میشیم. ما واقعا باید قدردان شماها باشیم. اگر مردم ما نباشن اصلا عشق ابدی برای کی پخش میشه؟ عشق ابدی برای نگاه های پرمهر شما پخش میشه، وگرنه من و امثال من اصلا دیده نمیشیم. اگر شما به ما بها ندید که ما اصلا ارزشی نداریم. اینو واقعا از ته دل میگم. مرسی که هستین، مرسی که حمایت میکنی. قول شرف به همتون میدم که هر جایی که توی این برنامه به دست بیاریم، هر چیزی، یعنی هر دستاوردی که ما از این برنامه به دست بیاریم، مطمئن باشید، اینو دارم اینجا قول شرف میدم، که در سمت و سوی رفاه مردمم استفاده بکنم، حالا به هر نحوی. هر کمکی که بتونم و بدونم واقعیه، نه چیزای فیک و یعنی نمیخوام اینجا بیام بگم وای نه من به همه کمک میخوام بکنم و اینا هم واقعا نیست. چیزای واقعی، حالا هر کسی به یه نحوی. واقعا میخوام یه تریبون مثبت داشته باشیم و عشق کنیم دیگه، حسابی خوش بگذرونیم، حال دلمون رو خوب کنیم. اگر حال دلتون الان بده، مثلا میای برای من کامنت میذاری، اون حال بدتو تخلیه میکنی، اشکالی نداره. بیا تو پیج من، هر حرفی که دوست داری بزن، خودتو خالی کن، من اصلا ناراحت نمیشم. به خدا جدی دارم میگم. من دارم اینو اینجا قول میدم، هر کاری دوست دارین، هر حرفی که دوست دارین میان بزنین. اگر باعث میشه که اون ناراحتیتون از بین بره، اون فشار کاری که دارین، چون من یه اتفاقی اونور خیابون دارین میای این ور خیابون، یه اتفاقی برات افتاده، حالت بد شد، حالت گرفته شده، دوست داری به من کامنت بد بذاری، حالا تخلیه شید، اصلا مهم نیست. واقعا خیلی ارزشمندین برای ما. ایشالله که حال تک تکتون عالی باشه. فرهنگ ایرانی زبان زد خاص و عامه، اینو هممون میدونیم. همه به فرهنگ ما قبطه میخورن و واقعا ما نجیب ترین مردم رو داریم، زیباترین مردم رو داریم، با اخلاق ترین مردم، کهن‌ترین مردم. بچه 2500 سال پیش که یه سری از درخت بالا میرفتن، یه سری همون میخوردن، بربرا بودن، نمیدونم اقوام خیلی ناجوری که بودن. ما اون موقع بچه کوروشی رو داشتیم که اومد اولین منشور حقوق بشر رو نوشت. واقعا ما از اون تمدن هستیم، ما از اون فرهنگ هستیم. هر جا میریم باید نشونه اون تمدن و فرهنگ باشیم، باید اونو به دید مردم بذاریم. واقعا تو برنامه ما سعی کردیم که همینجور باشه، که فرهنگ خوب ایرانی نشون داده شه، ولی خب زندگی واقعی ماها بود. یعنی همه بچه‌ها واقعا خودشون بودن، زندگی روزانه‌شون بود و وقتی بالاخره 15 نفر یه جا دارن با هم زندگی میکنن، 10 نفر یه جا دارن با هم زندگی میکنن، قطعا یه سری مسائلی پیش میاد. اینه توی خونه که دو تا پدر مادر با هم دعواشون میشه. ولی ما خیلی مردم نجیب و گلی داریم، همه مردم بسیار گلن، خیلی همه رو ما دوست داریم و واقعا لایق بالاترین ها هستم. امیدوارم که اگر هر کدوممون به کوچکترین جایی رسیدیم، دست بغل دستیمون و دست همسایه بغلیمون رو اگر بگیریم، واقعا هیچ مشکلی دیگه باقی نمیمونه و هیچ عزیزی رو تنگ دست نخواهیم دید. ایشالله که واقعا این حرفای قشنگی که الان زدیم به ارمغان برسه، یعنی بتونیم یه موج مثبتی رو راه بندازیم در فضای مدیا و این راه خوب رو که تو قلبمونه پیش ببریم و واقعا شما کمک باشین برای ما، ما هم قطعا کمک خواهیم بود برای شما. خیلی دوستتون داریم. لطفاً سابسکرایب کنید، لطفاً حمایت کنید،
تمامی نگاه های شما انگیزه برای ساخت ولاگای بعدی. خیلی دوستتون دارم از ته دل. ایشالله که خدا بهترینا رو براتون بخواد. از ته دلم میگم بهترینا براتون اتفاق بیفته با تمام وجود. میبوسمتون. در مورد ازدواجم بعدا بچه‌ها سورپرایز خواهید شد. حالا یا دیگه چیز نمیگم دیگه، ولی سورپرایز خواهید شد. اسپویل نداریم.